بی همگان بسر شود، بی تو بسر نمی شود. یاد تو دارد این دلم، جای دیگر نمی شود. جا و جلال من تویی، جا و جلال من تویی، ملکت مال من تویی، آب زلال من تویی، بی تو بسر نمی شود. بی تو اگر بسر شده، زیر جهان زبر شده، باغ ارم سقر شده، بی تو بسر نمی شود. گر تو سر قدم شوم، گر تو سر قدم شوم، ور تو کف علم شوم، ور بروی عدم شوم، بی تو بسر نمی شود. خواب مرا ببسته ای، خواب مرا ببسته ای، نقش مرا بشسته ای، از هم گسسته ای، بی تو بسر نمی شود. گر تو نباشی کنار من، گشت خراب کار من، مونس و غمگسار من، بی تو بسر نمی شود. بی تو نه زندگی خوشم، بی تو نه مردگی خوشم، سر ز دوری تو چون کشم، بی تو بسر نمی شود. خواب من و قرار من، خواب من و قرار من، آن منی فرزند من، به همگان بسر شود، بی تو بسر نمی شود، بی تو بسر نمی شود. پرسید با دل زخم دار من چی خواهی کرد؟ جواب هیچ، به دورش می افکندم. پرسید پس چرا با لطف و مهربانیت شکارم کردی؟ خندید و گفت شکارچی بی رحم است، شکار می کند ولی هرگز به شکار خود دل نمی بندد. گوهر خود را مزن بر سنگ ار ناقابله، گوهر خود را مزن بر سنگ ار ناقابله، صبر کن هوشیار باش، پیدا شود گوهرشناس قابله. آینه چون عیب تو بنمود راست، آینه چون عیب تو بنمود راست، خود شکن آینه شکستن خطاست. خطرناکترین خوردنی های دنیا فریب خوردن از ظاهر آدم های درو است. بعض آدم ها با حرفای پوچ و بیمنی خود لالت میکنند، بعدا میپرسند چرا حرف نمیزنی؟ حال بهتری خواهیم داشت اگر دست برداریم از فردی که لیاقت محبت را ندارد، دشمنی که ارزش جنگیدن را ندارد، عقلی که ارزش گرفتن را ندارد و فکری که ارزش اندیشیدن را ندارد. پروردگارا، خداوند مهربانم، از خودم به تو شکایت میکنم. من ناتوانم، خستم، درماندم، امتحانم را آسان بگیر. من یوسف علیه السلام نیستم، این چاه بسیار عمیق است. من ابراهیم علیه السلام نیستم، این آتش مرا می سوزاند. من یعقوب علیه السلام نیستم، این اشک ریختن مرا کور می کند. من یونس علیه السلام نیستم، این تاریکی مرا خفه می کند. کاملا خسته و ناتوان هستم، کمکم کن خداوندا. آدم های این روزگار چنین هستند، با گرگ بره می خورند و با چوپان گریه می کنند.